خب سلام. تو این قسمت میخوایم راجع به تنظیمات کارت ها، زیباسازیشون، تنظیمات اسلایسر، استفاده از چیکلت اسلایسر، سفارشی سازی تول تیپ و یه چند تا دکمه هم بذاریم که بتونیم کارمون رو یه خورده خوشگل بکنیم. خب توی تنظیمات کارت ها همونطوری که الان میبینید این کارت هایی که اینجا قرار دادیم یه تایتل داره، یه دونه عدد هم توش نوشته. بنابراین میخوایم یه خورده اینا رو قشنگ بکنیم. میریم میتونیم از سایت های مختلفی از جمله سایت آیکون 8 چند تا آیکون 8 چند تا آیکون برداریم بیاریم ببینیم فرق این دوتا به چه صورت خواهد شد. خب مثلا یه دونه خلاصه وضعیت میخوایم توی کاردمون قرار بدیم. اون بالا سرچ میکنیم سامری، بعد این رو میاریم. شما میتونید اینجا رنگش رو عوض کنید، کد رنگ بهش بدید بر اساس اون چیزی که توی گزارشتون میخواید بیارید و دکمه دانلود رو میزنید. سایزهایی که فری هست رو میتونید انتخاب بکنید. خب من یه دونش رو انتخاب کردم، دانلود کردم و حالا میرم فراخوانش میکنم. چگونه؟ توی تب اینسرت شما قسمت ایمیج رو میزنید، این رو ور میدارین میارین و سایزش رو کوچیک میکنید، توی استایلش فیتش میکنید باز هم کوچیکتر و میایید قرار میدید توی گزارشتون. میرم یه خورده کوچیکش بکنم. برای این اینه یه اندازه باشه میریم توی جنرال، یعنی توی تب فرمت قسمت جنرال سایز اون یکی 67. حالا اینو میکنمش 65 در 170. این رو هم همینطور میرم توی تب فرمت جنرال 65 در 170. اینو دیگه نمیشه 170ش کرد، فکر کنم کوچیک بشه. بله اینو میذاریم 180. خیلی خوب. میخوایم تعداد کشورها، خب از یه آیکون کشور استفاده بکنیم. حالا من یه دونه قبلا دانلود کردم، همون رو فراخوان میکنم دیگه این مسیر رو نرم. این رو هم سایزش رو مطابق با این بکنم 46 در 40. اینم 46 در 46 چون این مربع باید باشه. این رو هم میارم میذارم توی این قسمت. یه دونم توتال سیلز انتخاب میکنم. این هم 46 در 46. این رو هم میارم میذارم اینجا. یکم اینو باید بزرگش بکنم که این بیرون نزنه. خب به این صورت شما میتونید چند تا آیکون بردارید بذارید بالای یا کنار
ویژوالاتون، ویژوال کاردتون که یه خورده زیباتر بشه موضوع. این از یه خورده کار کردن روی کارت ها. حالا توی اسلایسر، توی تنظیمات اسلایسر ما میخوایم از یک اسلایسر بهتر استفاده کنیم. خب این اسلایسر هم داریم اینجا دیگه، یعنی در واقع الان اینی هم که اینجا وجود داره اسلایسر دیفالت خودشه. این رو هم میتونیم به این صورت داشته باشیم. ولی خود همین اسلایسر رو چجوری تنظیم میکنیم؟ رویش که کلیک میکنید توی تب فرمت اسلایسر ستینگ، خب این الان در حالت دراپ دانشه. شما میتونید این رو به صورت تایتل داشته باشید که به این صورت نمایش میده و میتونید به صورت ورتیکال لیست داشته باشیم که به این صورت نمایش داده میشه. شما روی هر کدومشه که بخواید سلیقتون باشه میتونید این رو تنظیم بکنید. فعلا من روی حالت دراپ داون میذارم، ولی خب من میخوام از چیکلت اسلایسر استفاده بکنم، یه خورده تنظیماتش قشنگتره. خب توی قسم چیکلت اسلایسر رو انتخاب میکنم ویژوالش رو و یه رو هم اینجا انتخاب میکنم. روی نمودار که کلیک کرده باشید شما توی قسمت هدرش میتونید این فونت بالا رو تغییر بدین. به عنوان مثال یه دونه بک‌گراند اینطوری هم براش بذارم، سایزش هم که خوبه. توی قسمت چیکلتسش یعنی اینها یه خورده بزرگتر میکنم. اینجا داره میگه اونی که سلکت کردید چه رنگی باشه. مثلا من اینو سلکت کردم، خب بر اساس رنگی که انتخاب کردم اینجا هم سلکت شدهش رو داره برای من نشون میده. خب میتونید رنگ این رو عوض بکنید، یعنی من بگم سلکت شده، حالا یه خورده با اینا یکی بشه، مثلا این رنگی بشه. اون آن سلکتر رو هم میتونم رنگش رو عوض بکنم، یعنی بگم یه خورده توسی تور بشه و فونتم بکنمش مشکی. این گوشه های این الان کات خورده، من میتونم مثلا رانددش کنم که اینطوری بشه یا به صورت مستطیل زاویه نداشته باشه اصلا، ولی خب یه خورده قشنگ ترش میکنیم. خب نگاه کنید این یه اسلایسره، این هم یک اسلایسره و شما میتونید به این صورت اینا رو انتخاب بکنید، حالا هر کدوم که سلیقه بود. عرض کنم خدمت شما توی این تنظیمات شما باید توی قسمت جنرال مولتیپل سلکشنش رو خاموش کنید، به خاطر اینکه اگر روی این کلیک بکنید، روی این کلیک کنید جفتش سلکت میشه. فرض کنید اینجا یه تعداد زیادی داریم، نمیخوایم اینطوری سلکت بشه، بنابراین وقتی که خاموشش میکنید دیگه از مثلا 2300 میرید 2014 فقط 2014 رو بهتون نشون میده. این هم از قسمت اسلایسرها. خب نگاه کنید یه دونه تول تیپ سفارشی میخوایم بسازیم، به این صورت مثلا روی گزارشاتمون نمایش داده بشه. خب چجوری این کار انجام میدیم؟ یه دونه صفحه باز میکنیم، در ابتدا میریم تو قسمت فرمتش و توی قسمت ستینگ، کنواس ستینگ، این رو تول تیپ انتخاب میکنیم. همونطوری که میبینید میره یه خورده دور میشه از چشمان ما، بنابراین شما توی قسمت مدلینگ میایین فیت تو پیجش میکنید. این قسمت مثل همه صفحات ما میمونه دیگه، یعنی من میتونم الان بهش یک رنگی بدم یا اینکه میتونم
اگر قبلا انتخاب کرده باشم خب درستش میکنیم. بذارید درست بکنیم. میریم توی پاورپوینت، ابعاد این پیجمون رو ببینیم چقدره. 240 در 320. میایم توی پاورپوینت و توی دیزاین، اسلاید دیزاین هستم، میگیم 320 پیکس در 240 پیکس. خیلی خوب. یه بک‌گراندی اول بهش میدیم توی فرمت گرادینت. خب یک رنگ مشکی بهش میدم. این رو هم اینطوری میکنم یه خورده زیباتر بشه. اینجا رو هم میام یه خورده توسیش میکنم. این رو هم کلیک میکنم، همون رو قرار میدم. خب عرض کنم خدمت شما، این رو سیوز میکنم با پسوند. اینجا بنویسم یه اسمی براش بذارم، تول تیپ 1 با پسوند SVG. میرم توی این قسمت بک‌گراند دسکتاپ. و ترانسپرنسیش رو کم میکنم و این رو هم فیت. خب این رو اینجا قرار میدم. خب من میخوام یه تول تیپی برای نام محصول بردارم بیارم، برای درصدش رو بزنم. خب یه دونه نمودار دونات انتخاب میکنم. توی قسمت لجندش من پروداکت نیم رو میذارم و توی قسمت ولیوز توتال سیلز رو قرار میدم. یک تنظیماتی هم اینجا بک‌گراندش رو ابتدا حذف میکنم، بک‌گراند نداشته باشه. میرم توی قسمت تایتلش رو کوچیک میکنم، رنگش رو سفید یا توسی. لجند، من تایتل لجندش رو برمیدارم، میگم تاپ باشه لفت و تکستش رو هم کوچیکتر میکنم، فونتش هم تغییر میدم و رنگش رو هم همونطور عوض میکنم. خب توجه بکنید اینجا الان یکی دو تا از محصولاتمون جا نشده. خب باید چیکار کنیم؟ این رو تا ته من انتقالش میدم ولی بازم میبینیم جا نمیشه، بنابراین باید یه خود صفحه رو بزرگ بکنیم. میایم توی ستینگش، اینجا به جای اینکه 320 باشه من میگم این باشه 400 تا اون یه دونه محصول ما هم اینجا جا بشه. روش کلیک میکنم، توی فرمت میگم سنتر و میدل. خب اطلاعاتی که توی این داریم هم مقدار فروشه هم درصد فروش. خب من مقدار فروش رو اونجا دارم، بنابراین درصد فروشش رو میخوام برای خودم بذارم. میام توی قسمت ویژوال دیتا لیبل و میگم اینجا پرسنت آف توتال رو برای من قرار بده و ولیو هم رنگش رو یه رنگ دیگه ای انتخاب میکنم. خب یه کوچیکم این رو لاغرترش میکنم، یه جورایی دوناتش رو مثلا میارم میذارم تو قسمت 80%.
خب تقریبا میشه گفت این حالا یه تنظیمات اولیه انجام دادم اوکیه. میرم توی این قسمت روی نموداری که میخوام اون اسلایسر رو فراخوان بکنم کلیک میکنم، میرم توی تب جنرال و از تول تیپ میام پیج 1 رو، چون پیج 1 رو درست کرده بودم فراخوان میکنم و روی این وقتی وای میستم میبینم که اون تول تیپ هم اینجا نمایش داده میشه. خب اطلاعات خوبی داره بهم میده، مثلا داره میگه در کشور آمریکا درصد فروش محصولات به این شکل بوده. این میتونه یه کمکی بکنه من صفحه‌مو زیاد شلوغم نکنم و بیام از نمودارهای کمکی در قالب تول تیپ استفاده بکنم. روی سام آف توتال میام اینجا هم من اون تول تیپ پیج 1 رو فراخوان میکنم برای اینکه بیاد اینجا هم به من بگه در ماه‌های مختلف چقدر فروش داشتم. روی اینکه کلیک میکنم مثلا توی ژانویه داره میگه اینقدر شما فروش داشتید، درصد فروش محصولاتم رو به تفکیک اینجا داره به من نشون میده. این هم از بحث تول تیپ و سفارشی سازی اون. خب مثلا شما روی این محصول اگر تول تیپ رو قرار بدید زیاد اصلا جالب نیست. چرا جالب نیست؟ الان میبینید من میگم که پیج 1 رو ورد و بیار، این الان فقط به من 100% نشون میده به خاطر اینکه اون محصول رو انتخاب کردم، یعنی نمودار من محصوله، اون دوناتی هم که کشیدم بر اساس محصوله. این زیاد روی این جواب نمیده، یعنی اگر من هم خانواده همون رو بردارم بیارم فایده ای نداره، ولی روی سال و کشور و اینجور چیزا اون جواب میده. مثلا الان من روی این دوناته فعالش کردم، خب میگه تو سال 2013 درصد فروش محصولات اون به این صورت بوده، روی سال 2014 به این صورت بوده. خب این هم از بحث تول تیپ. حالا من میخوام یک سری دکمه بذارم که وقتی که گزارشم رو روی ریپورت سرور آپلود کردم این شیت های پایین رو نمایش نده و با دکمه صفحاتم رو عوض بکنم. ابتدای کار باید صفحاتی که داریم رو هیدنش بکنیم، یعنی همه صفحات رو رایت کلیک میکنید، دکمه هیدن رو میزنید و این صفحه توی ریپورت سرور دیگه نمایش داده نمیشه. توی صفحاتی که میخوایم بریم میایم از قسمت، من دو مدل بهتون میگم که شما همون دو مدل رو انجام بدید. از قسمت اینسرت تب اینسرت باتنز بلنک رو انتخاب میکنم، بلنک رو فرض میکنید میذارم این گوشه. خب میخوام بگم وقتی روی این بلنک کلیک کردم بره روی صفحه سلزیر قرار بگیره به عنوان مثال. خب میرم توی استایل، اول یه دونه تکست براش انتخاب میکنم به نام سیلز یر. خب فونتش رو هم عوض بکنم دیده بشه، به یه خورده سایزش رو هم بزرگتر بکنم. خب من میخوام بگم آقا روی این دکمه کلیک کردم بره اون صفحه رو به من نمایش بده. خب بنابراین دکمه رو انتخاب میکنم، توی تب باتنز میام دکمه اکشن رو فعال میکنم، خیلی ساده. توی اکشن تایپش رو میذارم پیج نویگیشن و دیستینیشنش رو میذارم پیج سیلزیر. خب الان چون توی قسمت پاور بی دسکتاپ بحث دیولپش هستیم من باید با کنترل، یعنی اینجا خودش هم اون پیام رو میده که کنترل رو کلیک کنید، کنترل نگه میدارم کلیک میکنم این به تب سیلزیر منتقل میشه. توی این قسمت هم حالا من از این یک کپی میگیرم میارم توی سیلزیر پیستش میکنم و حالا فونتش رو هم عوض بکنم که نمایش داده بشه. الان
این اکشنش همون اکشنه، یعنی اکشن پیج نویگیشن اکشنی نداره، بنابراین میگم این روی این کلیک کردن بره هوم پیج. من روی این با کنترل که کلیک میکنم برمیگرده به این صفحه. این هم از قرار دادن یک دکمه، ولی خب کار بهتری که باید انجام بدیم و میتونیم هم انجام بدیم به این صورت هست که شما توی تب اینسرت باتنز و میرید نویگیتور، پیج نویگیتور رو فراخوان میکنید. فرض کنید که اینا همه صفحاتیه که ما اینجا درست کردیم. به ترتیب هم اینجا قرار داده. خب میایم چی کار میکنیم؟ در ابتدای کار میگیم آقا این یه 10-15 تایی برای ما این دوروبرش رو گرد کن، زاویه نداشته باشه. توی استایلش وقتی استایل رو باز میکنیم، خب apply setting to استیتش نوشته دیفالت، یعنی اینا الان حالت دیفالت، یعنی اینایی که سلکت نشده. وقتی که حالت دیفالت رو داریم، شما میگه آقا فونتش این رنگیه، مشکیه، میتونید سایزش رو، من یه خورده اینو بولدش کنم، سایزش رو هم زیاد بکنم. بله. بعد بک‌گراند یعنی فیلش رو میگم که یه خورده توسی تور باشه، بوردر هم داشته باشه، رنگ بوردرش هم همین توسیه باشه که انتخاب کرده بودم. یه خورده هم سایز اون خطه رو زیاد میکنم. شادو و گلو و نمیدونم اکسنت بار و اینجور چیزا رو نمیخوام فعلا فعال بکنم. این تنظیمات این دیفالت است. حالا اونی که سلکت شده رو میخوام تنظیم بکنم، پس میام استیتش باز میکنم، میرم توی سلکتد. خب میگم که فونت این هم برای من این باشه، رنگش سفید باشه و فیلش رو هم میارم میذارم این رنگی. خب مثلا بوردرش رو هم همون رنگ انجام میدم. خب الان توی این داره به من نشون میده من توی قسمت هوم پیج هستم و صفحات دیگه هم هیچ کدوم فعال نیست. من از این یه دونه کپی میگیرم. حالا فرض کنید 3-4 تا صفحه رو نمیخوام چون خیلی بزرگه، میرم توی روی این سلکت میکنم، میرم پیج، میگم که این صفحات رو من نمیخوام، همین 2-3 صفحه کافیه فعلا. این رو هم یه خورده سایزش رو کوچیک میکنم. خب از این یه کپی میگیرم، توی این صفحه پیستش میکنم. خب الان که توجه میکنید سلکتیره رنگ سرمه‌ای شد. این رو هم ور میدارم و میبرم میذارم این گوشه. این رو من پاک میکنم. بذارید این رو پاک کنم. این رو پاک میکنم. اینو یه خورده انتقالش بدم این برتر. خب الان من با کنترل روی این میاد توی هوم پیج، با این میره توی سلکتیر. خب بنابراین گذاشتن دکمه توی صفحه رو هم به این صورت انجام میدیم برای انتقال صفحه. توی قسمت بعدی من یه خورده تنظیمات اینها رو هم بهتون بیشتر میگم و یه خورده زیباسازی اینا رو هم انجام میدیم. عرض کنم خدمت شما که خسته نباشید.